سلام، روزتون بخیر. یه روز دیگه، یه آغاز دیگه، یه شروع دیگه. نیلوفر هستم همراه شما در برنامه صبح بخیر بخش فیت کلاب. امروز هم بازم براتون حرکات چربی سوز و در کنارش حرکاتی که به تقویت عضلاتتون کمک کنه رو آماده کردم. اگه آماده این مثل همیشه بریم که با هم انجام بدیم. ابتدا پاهاتون روی پنجه های پاهاتون، اگه که تونستین مثل قدیم میریم به سمت بالا، ولی اگه نه زانو درد دارین فقط به این حالت روی پنجه و پاشنه. همه حرکاتی که امروز انجام میدیم و هم برای اشخاصی که زانو درد دارن و اونایی هم که زانو درد ندارن همه رو با هم بهتون میگم. بریم با هم بدنمون رو گرم کنیم، آماده شیم برای یه تمرین پر انرژی. عالیه. دم و بازدم هیچ وقت فراموشتون نشه. دم و بازدم خیلی مهمه. به طرفین بچرخین، باسنتون رو بچرخونین، به عضلات شکمتون فشار بیارین. دستتون به سمت بالا و راست و چپ. عالیه. ادامه بدین. و دوستانمون پنجه و پاشنه. ادامه بدین. و بقیه دوستان عالیه. دم و بازدم. ثابت وای میسیم، پاها اندازه عرضشونه، به طرفین، فقط به یک سمت بچرخونین. ادامه بدین. وقتی داریم اینجا رو گرم میکنیم من فکرم به حرکت بعدیه که میخوایم انجام بدیم. حتما تمام عضلات بدنتون رو گرم کنین قبل از ورزش کردن. خیلی خوبه. ادامه بدین. میخوایم بریم سراغ حرکت بعدیمون. حرکت بعدی دست به وسط و بالا. پاهاتون رو جمع کنین، دستتون رو میرسونین به زمین، پشتتون صاف. عالیه. ادامه بدین. دم و بازدم. لبخند فراموشتون نشه. میخوایم بریم سراغ حرکت بعدیمون. حرکت بعدی یه ضربه به جلو و به پشت، جلو و پشت. بریم با هم انجام بدیم. به سمت جلو و پشت، جلو، پشت، جلو و ضربه بغل. ادامه بدین. به درد مبارزه میخوره. عالیه. حرکت بعدی رو با اون یکی پا نیم رخ براتون انجام میدم که کامل حرکت رو ببینید. یا به این حالت. و اگه خواستی حرفه‌ای‌تر انجام بدین عالی بود. میریم رو پنجه هامون. دم و بازدم. میدونم حسابی پاهاتون رو گرم کردین. میخوایم بریم سراغ حرکت بعدی. آروم. دستتون بغل گوش. این بار پا رو کشیده به سمت بالا میاریم. داخل پاتون رو بکشین. فشار به عضلات پهلو. عالیه. ادامه بدین. دم و بازدم. میریم سراغ اون سمت. دوباره. کشش.
عالی بود. میشینین. ضربه آرنج به زانوهاتون. ادامه بدین. همراه من پر انرژی و شاد باشین. یادتون نره که ورزش راز زیبایی و سلامتیتونه. اینو همیشه میگم. عالیه. هم فشار روی باسنه، هم با تمرکز روی شکم. عالی بود. دستتون رو بذاریم وسط و کشش. عقب. به سمت چپ. بیایم به سمت راست. کشش ساق پا. اگه خواستی ساق پاتون رو کشش بدین، این پا خم کامل و این پا صاف. سعی کنید دستتون رو به زمین برسونید بدون که این زانوتون رو خم کنید. کامل پشت پاتون کشیده میشه. نگه دارین. عالی بود. میریم سراغ اون یکی پا. این زانو یه مقداری خم و سعی کنید دستتون رو به زمین برسونید. خیلی خوب بود. خیلی آروم به سمت پایین میرین. پشت پاتون رو بگیرین. و به سمت بالا میای. دوباره. میریم سراغ کشش پهلو. بکشین پهلوهاتون رو. خیلی آروم بدنتون رو سرد کنین. کشش. من که حسابی عرق کردم. دیگه داریم میبینی. میم سراغ اون سمت. کشش. دم و بازدم. پاتون رو باز کنین و کشش بدین. خیلی خوب بود. با این حرکات میتونی 10 دقیقه توی خونه تمرین کنی. این حرکات عالیان براتون. فقط 10 دقیقه وقت بذارین طی روز کافیه. ممنونم ازتون که به برنامه خودتون لطف داشتین و این همه کامنت های زیبا گذاشتین و کلی به ما انرژی دارین. دوستتون دارم. دوباره برمیگردم و میبینمتون. خدا نگهدار.